سلام، امروز اومدیم با دستور پخت یه غذای ساده خودمونی ولی خیلی خوشمزه و اصیل مازندرانی. بیاین با هم این غذا رو به سبک آشپزخونه خودمونی درستش کنیم. کدو پلو یا همون کیپلا غذای اصیل سنتی مازندرانی. برای درست کردن این غذای خوشمزه به موادی که تو کپشن نوشتم نیاز داریم. پوست کدوها رو بگیرید، بعد نگینی درشت خورد کنید. برنج رو از قبل بشورید، درون آب و نمک بخیسونید. حالا قابلمه رو روی حرارت قرار بدین و کدوها رو بهش اضافه کنید. برنج که نرم شد اما وسطش یک کم خامه، اون آبکشی کنید. خیلی هم اینو دمی هم بار میذارن. حالا برنجمون که آبکش کرده بودیمش رو مرحله به مرحله تو قابلمه‌مون اضافه میکنیم. بعد شکر رو میگیریم به آرومی روی سطح کدومون پخش میکنیم. همه جاش باید پخش بشه، به همه جا برسه. بعضیا هم به جای شکر از نبات استفاده میکنن تا نفق کدو رو بگیره. کیپلا یا همون کدو پلو مازندرانی رو یه نیمروی مشتی با کره محلی کاملش میکنه. امیدوارم که درستش کنین، از خوردنش لذت ببرین. ماست دلالی فراموشتون نشه.